درود بر شما عزیزان دنبال کننده. یه خلاصه ای از مداخلات کاردرمانی در اختلالات نورولوژیک که به صورت عمومی میتونیم اونو بررسی کنیم در خدمت شما خواهم بود. اولین نکته در زمینه ارجاع کاردرمانی، ضمن اینکه بعد از مداخلات پزشکی در بیمارستان و مداخلات اولیه درمانی بیمار به ما مراجعه میکنه و به دستور پزشک معالج ما ایشون ارزیابی میکنیم. ارزیابی ما شامل ارزیابی های جسمی و حرکتی و اختلالات شناختی و روانپزشکی ناشی از این در واقع آسیب هایی که به CNS وارد میشه هستش که خب اولویت غالبا با توجه به اینکه اکثر بیماران جسمی حرکتی ما اختلال روانپزشکی و یا اختلال شناختی پیدا نمی کنن، ما اولویت ما بر اختلالات جسمانی هستش و ما ارزیابیمون رو در این زمینه انجام میدیم. ارزیابی شامل ارزیابی ابتدا ارزیابی تون عضلانی هستش، رفلکس های پاتولوژیک، کنترل حرکتی یا همون موتور کنترل و در نهایت در ادامه به بخش کوردینیشن و بالانس و در نهایت ADL ختم میشه. نکته اساسی که باید داشته باشیم، یک ارزیابی خوب میتونه که روند درمانو به درستی در بیماران پیش ببره و روند درمان وضعیت نرمال خودشو داشته باشه و بیمار از لحاظ درمانی به بیراهه نره و ما سعی میکنیم که یه ارزیابی درست و دقیقی در این زمینه داشته باشیم. بعد از مرحله ارزیابی ما میایم و مداخله‌مون رو شروع میکنیم. خب ابتدا برای شروع مداخلات ما اهداف درمانی تنظیم میکنیم. اهداف ما شامل 2 مرحله هست، یک سری اهداف کوتاه مدت هست و یک سری اهداف بلند مدت. ما در واقع با اهداف کوتاه مدت شروع میکنیم و به اهداف بلند مدتمون میرسیم. در اکثر بیماران نورولوژی یا مغز و اعصاب در واقع کنترل در واقع دفورمیتی ها و کانترکچر ها و استیفنس یا سفتی و شورتنس یا همون کوتاهی عضلانی خیلی از اهمیت بالایی برخورداره. یعنی شما ابتدا بر طبق ارزیابی که داشتید این اختلالات رو برطرف میکنید و در نهایت بتونید که مزاحمتی برای ادامه روند درمان و خصوص تمرین درمانی نداشته باشید. بنابراین یه ارزیابی کامل که انجام شده، ما شروع میکنیم به تمرینات اختصاصی در این زمینه و از کشش‌های عضلانی که اولویت ما بر کشش‌های اکتیو خواهد بود و همچنین در صورتی که بیماری هستش که خب هیچ حرکت اکتیوی نداره، ما در واقع میایم کشش‌های پسیو هم بهش اضافه میکنیم که با حفظ ملاحظات احتیاطی در این زمینه و ملاحظاتی که باید داشته باشیم تا آسیب به بیمار نرسه. اولویت در کشش ها اولویت کشش اکتیو هستش و در نهایت اکتیو اسیستیو و در انتهای کار اگر هیچ کدوم از اینا رو نداشتیم ما از کشش های پسیو در این زمینه استفاده میکنیم. خب کشش بخش خاصی از مداخلات در مورد کوتاهی های عضلانی و استیفنس اینا هستش و اگر بررسی های ما و ارزیابی های ما به اختلالات بیومکانیکال برسه و ما میتونیم مداخلات بیومکانیکال انجام میدیم و در واقع اینجا پروتکل از حالت سنسوری موتور به بیومکانیکال تغییر میکنه و ما ابتدا از لحاظ بیومکانیکال بیمار آماده میکنیم، چون این یک مزاحمت جدی هست برای روند درمان و سپس به ادامه درمان میرسیم. همزمان هم میتونیم از تکنیک های تمرین درمانی در این زمینه استفاده بکنیم که بتونیم به زمان رو از دست ندیم.
در ادامه ما ارزیابی تون رو داشتیم که تون عضلانی که با توجه به اینکه اگر CNS آسیب ببینه در واقع حرکات ما و کنترل حرکتی ما سقوط میکنه به پایین ترین حد در واقع رشدی روانی حرکتی ما در ابتدای کودکی. یعنی ما در هنگامی که متولد میشیم با سری رفلکس های خاص در اندام ها طرف هستیم که خب این رفلکس ها ناشی از عدم در واقع دیولپمنتال نسبت به رفلکس های سطوح بالاتر هست. مثلا یک مثال عرض بکنم، ابتدا ما رفلکس های سطح نخاعی اسپاینال خواهیم داشت که با توجه به عدم در واقع توسعه و رشد ناحیه‌های بالای نخاع این رفلکس ها بروز میکنه، چون نخاع فعالیتش رو به درستی انجام میده و هیچ مداخله‌ای نیست و هیچ کنترلی روی اون نیست و خب حرکاتی که تو نخاع داره قطعا رفلکسی و بدون وجود اراده هستش و ما این رفلکس ها برای ما بسیار حائز اهمیته. از یک سنی باید این رفلکس ها از بین بره و به دنبال اون رفلکس های سطوحی بالاتر بروز بکنه و همچنین تا به مرحله کورتیکال یا مغزی یا برسه که خب رفلکس ها به صورت ارادی خواهد بود و این در واقع سلامت روند رشدی در واقع کودک رو نشون میده. خب وقتی که ما آسیبی در بزرگسالی داشته باشیم، مثلا به عنوان مثال اگر مغز و کورتکس آسیب ببینه، بنابراین خب قطعا مراکز پایین مغز و ساب کورتیکال سالم هستن و فعالیتشون به درستی انجام بدن و این فعالیت غیر ارادی خواهد بود و مزاحمت های خاصی رو ایجاد میکنه که باز همون بروز رفلکس ها رو ما خواهیم داشت. یکی از چیزهایی که ما در این زمینه باید داشته باشیم این هستش که شما به هیچ وجه نباید قانع باشید به تمریناتی که انجام میدید و همیشه باید در زمینه پیشرفت بیماری باید جاه طلب باشید و بتونید که بیمار رو به یه سطحی از فعالیت که در توانش هست و حد اکثر امکان پیشرفت هست برسونید. خب بنابراین این رفلکس های پاتولوژیک مزاحمت ایجاد میکنه. اگر اراده‌ای در قسمت های اندام های ما باشه و اراده حرکات اکتیو داشته باشیم و حتی خیلی ضعیف هم باشیم، ما باید فوکوس بکنیم و اون در واقع حرکت ها رو تقویت بکنیم و با حالت های بهتری پیش ببریم، چون مطالعات نشون دادن که با افزایش فعالیت های اکتیو در واقع ما یه نوروژنز خواهیم داشت در سطوحی که آسیب دیدن و سلولی اگر از بین رفته باشه، سلول جانبی و سلول های اطراف میتونن که دندریت‌هاشون رشد بکنه و به دندریت‌هایی که آسیب دیده رو در واقع رد بکنه و به سری حرکات جدید دست پیدا بکنن. بنابراین ما بعد از مرحله کنترل رفلکس های پاتولوژیک و یا شاید دقیق‌تر و درست‌تر بگیم کاربرد این رفلکس ها و به کار بردن اینا در قالب تمرینی خودمون، بعد برسیم به بخش موتور کنترل و در این زمینه باید تمرینات مختلفی ما داشته باشیم که این تمرینات اولویت هاش بر این اساس هستش که ابتدا اگر بیمار توانایی انجام حرکات اکتیو داره ما به صورت اکتیو رزیستیو انجام بدیم، چون مطالعات نشون دادن که استفاده از مقاومت میتونه که نوروژنز رو افزایش بده و ضمن اینکه خب اون تارهای عضلانی که اینربه هستن و عصبدهی دارن میتونن تقویت بشن و فعالیت عضلات دیگه که فاقد عصب هستن و یا اثراتشون کمه و عصبدهی مناسبی ندارن و پوشش بده. بنابراین ما باید تمریناتمون طبق اولویت ابتدا بر این باشه که تمرینات مقاومتی بدیم و اگر توانایی
بیمار در سطحی نیست که تمرینات مقاومتی انجام بده، همین تمرینات اکتیومون رو انجام بدیم و در نهایت اگر تمرینات اکتیو هم به سختی انجام میشه و یا در واقع برخلاف وزن قادر به تمرین نیستن، سعی میکنیم که بیمار رو در حالتی از وضعیت بیومکانیکال قرار بدیم که وزن رو حذف بکنیم و در ادامه اگر بخوایم که تمریناتمون یه مقدار دقیق تر باشه، سعی میکنیم که تمرینات رو به صورت اکتیو اسیستیو انجام بدیم و یک کمکی به بیمار بکنیم و در انتها تمرینات اگر هیچ حرکتی ما نداشته باشیم در اندام های بیمار، خب به هر حال باید یه سری حرکات رو ما داشته باشیم که انشالله بتونیم در ادامه وقتی اون نوروژنز خاصی که مد نظرمون هست اگر اتفاق بیفته که این هم در دست ما نیست و بستگی به شدت آسیب بیمار داره، بتونیم که از تمرینات پسیو استفاده بکنیم. مرحله بعدی که ما باید لحاظ بکنیم در واقع مرحله ای هستش که ما هماهنگی داریم. این مرحله زمانی اضافه میشه که شما حرکات اکتیو رو در اون اندام داشته باشید. در این صورت ما تمرینات هماهنگی شامل هماهنگی که خود در همون اندام وجود داره، هماهنگی که با اندام مخالفش وجود داره، هماهنگی هست که به عنوان مثال اگر دست راست بیمار دچار اختلال هست، دست راستش با دست چپش با پاهای راست و چپش و تمرینات هماهنگی براش انجام بشه و این تمرینات رو در قالب تمرینی مختلف میتونیم با خلاقیتی که داریم طراحی بکنیم و به بیمار بدیم. در ادامه اگر مرحله هماهنگی حرکتی هم طی بشه و در نهایت ما بالانس رو در نظر بگیریم و تمرینات تعادلی رو برای بیمار در نظر بگیریم که وضعیت بیمار رو به سمت گیت نرمال یا حداقل نزدیک به نرمال پیش ببره و در ادامه ما سعی میکنیم که گیت ترینینگ رو داشته باشیم، آموزش راه رفتن و انتهای کار اگر ما حرکتی نتونستیم در بیمار ایجاد بکنیم، سعی میکنیم از سمت سالم استفاده بکنیم، از قسمت‌های سالم بدن استفاده بکنیم و ملاحظات ADL رو برایشون لحاظ بکنیم که خب ADL با توجه به وضعیتی که هست بعد بیمار فعالیت‌های روزمره زندگیش رو انجام بده. اگر حرکتی رو به دست بیاره خوب و به مراد و ما خیلی راحت به بیمار ارائه میدیم و مشاوره لازم میدیم و اگر نتونه حرکتی داشته باشه سعی میکنیم از وسایل کمکی استفاده بکنیم. به عنوان مثال میتونیم از ارتزها و پروتزها استفاده بکنیم، تجویز بکنیم و همکارای محترم در این زمینه به ما کمک بکنن. اما گاهی هم ممکنه که از وسایل کمکی مثل عصا، ویلچر، واکر و یا حتی پارالل و وسایل دیگه‌ای در این زمینه کمک بگیریم که بیمار رو به گیت برسونیم. یه نکته اساسی در این زمینه بگم، همکاران عزیز و دوستان من و مراجعه کنندگان باید داشته باشن که همیشه به هر صورتی که امکان داره بیمار رو باید راه اندازی کرد و بیمار باید راه بره. اینو نگید که خب به هر حال قبلا راه میرفته و الان توانایی راه رفتن و مستقل رو نداره. ما هر نوع راه رفتنی و راه رفتن حساب میکنیم، چون خود راه رفتن به نوبه خودش یه سری عواملی رو در بیمار ایجاد میکنه که بسیار حائز اهمیت هست و متابولیسم بدن بیمار رو تنظیم میکنه. ضمن که خیلی از مواقع به یاد داشته باشیم ما انسان‌های نرمال هیچ موقع به صورت درازکش و خوابیده نیستیم و سعی میکنیم که در پوزیشن‌های مختلف قرار بگیریم که از عوارض مختلف بی تحرکی در واقع جلوگیری بکنیم. ممنونم از توجه و همراهی شما بزرگواران. امیدوارم که مطالبی که خدمت شما عرض کردم در واقع فایده داشته باشه برای شما و ازش بتونید استفاده ببرید. متشکرم.